خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و تقدیم احترام خدمت بینندگان گرامی و اعضای محترم کانال. در چند روز گذشته یک موضوعی در کشور رسانه‌ای شد و در این روزها و در این لحظات بسیار دستخوش تحلیل ها و موضع گیری ها و مسائل مختلف قرار گرفته. خیلی در شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته میشه و خیلی در صدر اخباری هستش که این روزها در کشور در جریان هستش. خب چند روز گذشته یک خانم دانشجویی هنگامی که در دانشگاه از عوامل دانشگاه تذکر میگیره بابت رعایت حجاب و پوششش، خب ایشون اقدام میکنه به درگیری با عوامل این دانشگاه و در اعتراض و در عصبانیت و خشمی که نسبت به این مسئله که براش به وجود میاد خودش رو برهنه میکنه در دانشگاه و لباس خودش رو پاره میکنه و به صورت برهنه در دانشگاه رفت و آمد میکنه. این لحظات کوتاهی هستش که از این ماجرایی که در یکی از این دانشکده‌های تهران اتفاق افتاده، ویدئوی کوتاهی که منتشر شده و این روزها خیلی محل بحث هستش. خب حالا گفته میشه که این خانم هم در شرایط باثبات روحی قرار نداشته و مشکلاتی داشتن و بر ترتیب این قضیه اتفاق افتاده. بعد از این تذکری که بهشون داده میشه یک چنین اقدام عجیبی رو انجام میدن و خب خیلی الان این روزها محل بحث هستش. از جنبه‌های مختلف داره مسئله تحلیل میشه که آقا چرا این اتفاق افتاده، به چراییش، به ابعاد مختلفی که داره این مسئله، این کاری که این خانم کرده، اتفاقات رسانه‌ای که دستخوشمون امروز اتفاق افتاده، حتی دیگه تبدیل به یک خبر و یک موضوع بین المللی شده، رسانه‌های جهانی دارن به اون واکنش نشون میدن. از جنبه‌ها و از زوایای مختلف موضوع محل بحث هستش این روزها. و خب حالا هر کسی از یک منظری، بعضیا حاکمیت رو مقصر میدونن، بعضیا فرد رو مقصر میدونن، بعضیا هر کسی داره به هر ترتیب یک نهادی رو، یک سازوکاری رو داره در این قضیه محکوم میکنه و سرزنش میکنه، یا تا در موردش گفتگو میشه که اصلا چه عواملی باعث شده که این اتفاق بیفته. من به هیچ کدوم از اینا کار ندارم و نمیخوام به این بپردازم که حالا کی تو این قضیه مقصر بوده، چرا این اتفاق افتاده، چه زمینه‌هایی وجود داشته، آیا پروژه است، آیا اتفاقی بوده که افتاده. به هیچ کدوم از اینها من نمیخوام ورودی داشته باشم و مدخل بحث من نیستن. اون چیزی که هنگامی که من این ویدیو رو دیدم برام مورد توجه قرار گرفته، در این ویدیو قصد دارم که چند دقیقه در خصوص اون با هم دیگه گفتگو بکنیم. این جمعیتی هستش که اطراف این خانم هستن در رفت و آمد و یه نفر داره میره سر کلاسش. حالا بعضی اون اولا این که اون تعداد خانومی که دارن فیلم برداری میکنن خیلی راحت دوربینشون گرفتن، انگار یک صحنه تئاتری داره اتفاق میفته. خیلی با اشتیاق و خیلی با کنجکاوی دارن فیلم برداری میکنند و دانشجویی که دارن خیلی راحت رفت آمدشون رو میکنن و ترددشون رو میکنن، سر کلاسشون میرن. مردم عادی که درگیر امور زندگیشون هستن و مشغول هر کسی به هر ترتیب در این قضیه‌ای که اتفاق افتاده که این خانم داره برهنه این خیابونا رو داره بالا و پایین میکنه، هر کسی که از اونجا رد میشه، حالا بعضیا یه نیم نگاهی میکنند و رد میشن، بعضیا هم که اصلا براشون اهمیت نداره و عبور میکنند و میرن. از با حجاب و بی حجابش گرفته، یعنی توی اون چند ثانیه‌ای که از این ویدیو منتشر شده حتی بعضن آدم متوجه میشه که بعضی از این افرادی هم که رد میشن خانم‌های محجبه‌ای هستن یا حتی شاید در بین آقایون هم آدم‌های مذهبی باشن. چی میشه که یک چنین اتفاقی میفته که ناموس شیعه خودش رو برهنه میکنه، فارغ از این که میگم این چه نیتی در ذهنش بوده، آیا از جای مأموریت گرفته، آیا اختلال روانی بوده، هر دلیلی که میتونسته وجود داشته باشه، فارغ از این که
ما بیایم بررسی بکنیم ببینیم که حالا چه دلیلی وجود داشته. فارغ از همه اینها، یک دختری، یک زنی خودش رو برهنه کرده در انظار عمومی و داره اینجوری رفت و آمد میکنه. چرا همه اون کسانی که در این صحنه حاضر هستن اونا همه بی‌تفاوتن نسبت به این قضیه؟ این برای من واقعا جای کنجکاوی و جای سوال بودش که این دیگه دلیلش چی هستش، که حالا فارغ از این که اون قضیه به چه دلیل اتفاق افتاده، چرا مردم هیچ واکنشی نسبت به این قضیه نشون نمیدن؟ همه مشغول کار و زندگی خودشون هستن. یه تعدادی هم تا بعضیا نشستن دارن صحنه رو نگاه میکنند و همه فقط ناظر هستن و هیچ کس این حس رو نداره که الان با تو این صحنه کاری بکنه. بالاخره این دختری یک پدری، همسر یک مردی هستش. بالاخره حالا گفته میشه که این بله این سابقا ازدواج کرده، 2 بچه داره. خب این آدم فارغ از این که به چه دلیلی این کار رو انجام داده، چرا بقیه نسبت به این قضیه اینقدر بی‌تفاوت و سرد و خنثی هستن؟ من چند بار فیلم رو عقب و جلو کردم و دائم داشتم این فیدبک ها و این واکنش های مردم رو نگاه میکردم، ببینی که بعضی نگاه میکنن، بعضی نگاه نمیکنن، براشون علی‌السویه هستش. و فکرم درگیر شد سر این ماجرا که چرا واقعا اینجوری شده جامعه ما که حالا یک چنین اتفاقاتی وقتی که در عرصه اجتماعی رخ میده همه بی‌تفاوت هستن نسبت به اون. خب ما در یک کشور اسلامی زندگی میکنیم، اینم بالاخره ما 3 ناموس داریم. یعنی این ناموس وقتی که گفته میشه به 3 مسئله تعلق میگیره. یکی نسبت به دین ما ناموس ماست، یکی نسبت به سرزمینه، یکی هم نسبت به زنان و دختران. یعنی برای یک فرد مسلم، برای یک فرد مسلمان، برای یک فرد شیعه دغدغه هستش که علاوه بر این که مراقبت بکنه از نوامیس خودش، نسبت به نوامیس دیگران هم احساس دغدغه داشته باشه، حساسیت داشته باشه. وقتی که ببینه کسی بهشون داره تعرض میکنه، داره بی احترامی میکنه، بره تو صحنه دفاع بکنه. اگر یک چنین صحنه‌ای میبینه به یک شکلی سعی بکنن. مثلا انتظار من این بود که مثلا یک تعدادی آدم برن دورشو بگیرن، اجازه ندن کسی فیلم برداری بکنه، سریع 2 خانم پیدا بشن، یه چادری، یه پارچه، یه چیزی بکشن رو سر این خانم، کنترلش بکنن، به یک شکلی اجازه ندن که این همه دارن نگاه میکنن. خب این سخت هستش برای یک انسان شیعه، برای یک انسان با غیرت دغدغه‌مند. یک کتابی شهید مطهری دارن تحت عنوان 10 گفتار، که در این کتاب شهید مطهری رحمت الله علیه یک تعبیر رو به کار میبرن که من سری ذهنم رفت سمت این قصه و سری ذهنم گره خورد به این ماجرا و به این جمله‌ای که ایشون گفته بودن. خیلی جمله مهمی هستش. من اصل جمله رو براتون بخونم. شهید مطهری در این کتاب میگن که راستی هیچ تاکنون در اطراف این مسئله فکر کرده اید که چرا ما در تاریخ اسلام از هر طبقه ای شخصیت‌های مبرز داشته ایم؟ ادباء بزرگ داشته ایم، حکمای بزرگ داشته ایم، فقهای بزرگ داشته ایم، شعرای بزرگ داشته ایم، واعظ و خطبای بزرگ داشته ایم، کتاب و نویسندگان بزرگ داشته ایم، منجمین و ریاضیدانان بزرگ داشته ایم، سیاستمداران بزرگ داشته ایم، صنعتگران و هنرمندان بزرگ داشته ایم، ولی مصلح اجتماعی نداشته ایم و از این جهت ما خیلی فقیریم. خیلی تعبیر شهید مطهری تعبیر ویژه‌ایه که ما در همه طیف‌های اجتماعی آدمای بزرگ زیاد داریم. دکتر، پزشک، منجم، متخصص، مهندس، آخوند، در همه عرصه ها معلم، افراد مبرز و افراد بزرگ زیاد داشتیم. ولی ما یه چیز داخل جامعهمون همیشه خیلی کم و در اقلیت بوده. کسانی که ضمن برخورداری از این ویژگی ها، از این تخصص ها، از این حرفه ها، ضمناً مصلح اجتماعی هم بودن. یعنی دغدغه‌مندی اجتماعی داشتن، دغدغه‌مندی اصلاح اجتماعی داشتن. ما خیلی طلبه و آخوند داریم که درگیر حوزه و درگیر کتاب و درس خودشونن، خیلی براشون اهمیتی نداره از اینی که داره در جامعه چه اتفاقی میفته. ما خیلی پزشک و مهندس و متخصص و معلم داریم که هر کدوم در حیطه خودشون دارن کارشون رو انجام میدن. معلم میره سر کلاسش، مهندس میره سر پروژه هاش، دکتر میره مطب خودش، کار خودشون رو انجام میدن. ولی مصلح داخلشون کم پیدا میشه. یعنی مثلا
طلبه‌ای که یک جایی یک ناهنجاری ببینه مثلا ورود بکنه نسبت به اون قضیه، دغدغه‌مند باشه، وجودش مثل اسفند روی آتیش بشه زمانی که ناهنجاری داخل جامعه میبینه. معلمی رو ببینیم که سر کلاس زمانی که یک ناهنجاری از دانش آموز خودش میبینه نگه که آقا به من چه ربطی داره، من مثلا با درس خودم رو بدم و تدریس خودم رو بکنم و حقوق مایانه خودم، حالا این آدم هر اتفاقی براش بخواد بیفته، هر سمت و سوی گرایش تربیتیش بخواد داشته باشه خیلی براش اهمیت نداره. پزشک باشه، مهندس باشه، تاجر باشه، کاسب باشه، عموما در جامعه به این شکل هستش دیگه. افراد درگیر زندگی خودشون هستن، درگیر دغدغه‌ها و مشغله‌های زندگی خودشون هستن. کمتر آدمی پیدا میشه که زمانی که یک مسئله‌ای در جامعه خودش دید مسئله خودش بشه، دغدغه خودش بشه و مانند دغدغه و دعوی که نسبت به مسائل شخصی خودش داره، هنگامی که یک ناهنجاری، یک بحرانی دید به همون اندازه احساس دغدغه بکنه و حضور پیدا بکنه در جامعه. این اتفاقی که چند روز پیش در این دانشگاه افتاد مصداق بارز این جمله شهید مطهری به حساب میاد که ما خیلی دانشجو داریم، خیلی متخصص داریم، خیلی استاد دانشگاه داریم، خیلی عالم و متفکر و اینا داریم، ولی میبینید از بین اون جمعیت اینا هر کدوم بالاخره یه تخصصی دارن دیگه، همه درگیر زندگی خودشون، براشون اهمیتی نداره از اینی که یک دختری با یک چنین وضعیتی داره این خیابونا رو بالا و پایین میکنه و چه اتفاقی افتاده، بریم ببینیم که یک جوری حل بکنیم این قضیه رو. اولا اینکه مانع بشیم، یه چیزی بکشیم روش، باش حرف بزنیم. انقدر این قضیه ادامه پیدا میکنه نمیدونم 10 دقیقه است، 1 رو به 20 دقیقه است تا یک ضابط قانونی پیدا بشه، حراست دستگاه اطلاعاتی نیرو انتظامی بیاد ماشین رو بزنه کنار، این خانم رو ببره داخل، به یک شکلی این سناریو، این صحنه‌ای که وجود داره رو جمع و جورش بکنه یک جوری. خیلی بده، این خیلی بده. همزمان که من داشتم این کلیپ رو نگاه میکردم یک ویدئویی از اوایل درگیری که در غزه اتفاق افتاده بود با این رژیم غاصب صهیونیستی، اون سری در ذهنم تداعی شد. من اوایل این قضیه 17 اکتبر که اتفاق افتاده بود که اینا در واقع این طوفان الاقصی رو، این عملیات رو تدارک دیدن و اینها، اون روزهای اول این ماجرا بود و این درگیری ها که اسرائیل خیلی بیرحمانه بمباران میکرد غزه رو، یک فیلمی منتشر شد از یکی از همین ساختمان ها و مراکز مسکونی که بمباران کرده بود رژیم صهیونیستی و یک خانومی رو این جوانان با غیرت غزه داشتن بیرون می آوردن از زیر آوار. این خانم حجابش کنار رفته بود، خب دیگه بالاخره تو اون شرایط طبیعی هستش دیگه، این حالا نمیدونم چادرش بوده، روسریش بوده، به هر ترتیب حجاب مناسبی نداشت و یک عده‌ای هم داشتن از این صحنه فیلم برداری میکردن. این خیلی صحنه جالبی بود. این جوانان با غیرت غزه سری میرن دور این خانم رو میگیرن و یکیشون یک پارچه روسری چیزی میره میکشه رو سر این خانم، در اون شرایطی که واقعا اون خانم دیگه زخمی شده، دارن از زیر آوار میکشنش بیرون، ولی اون مردان اون جامعه غیرت دارن نسبت به ناموس خودشون و سری میرن یک پارچه‌ای میندازن روی سرش که یک موقعی داخل دوربین کسی این فیلم برداری میکنه تصویرش نیفته، کسانی که این طرف دارن نگاه میکنن صحنه رو نبینن این که بالاخره این خانم حجاب از سرش برداشته شده. از این موارد زیاد دیدم. یا مثلا دوباره یک کلیپ دیگه دیده بودم، بمب زده بودن این قسمتی، این زن و شوهر داشتن فرار میکردن، همه زخمی، در اون شرایط عجیب و غریب که دیگه انسان اصلا به حالت جنون کارش کشیده بشه. شوهر این خانم یک اشاره میکنه به خانومش که روسری تو بیار جلو و خانومش میاره حجابش رو به قول معروف درست میکنه. این یعنی مصلح اجتماعی بودن. این یعنی این که شما فارغ از این که چه تخصصی داری، چه گرایشی داری، در چه جایی مشغولیت داری، کی هستی، ولی دغدغه اجتماعی داری. مرد نسبت به ناموس خودش و سایر مردان و زنان در جامعه نسبت به نوامیس خودشون. حالا این مثلا مشخصا در مورد این قضیه مصلح اجتماعی بودن صرفا در مورد این قضیه حکم نمیکنه. در همه این مسائل زمانی که شما یک انحراف دیدید، یک
مشکلی دیدید فریاد بزنید، سکوت نکنید مثل بقیه. همه میگن که ولش بکن، خودمون رو درگیر گرفتاری و دردسر و این مسائل نکنیم، بپردازیم به کار خودمون. چی کار داریم که داره داخل جامعه چه؟ اگه کسی از دیواره کسی رفت بالا، ما چه ربطی؟ کسی از دیوار ما که نرفته بالا. یعنی مسئله دیگران مسئله خودمون نمیدونیم. این یعنی این که ما اون اصلاح اجتماعی در وجودمون نیست، حالا فارغ از این که در چه حیطه‌ای در چه حوزه‌ای متخصص هستیم. و خب این خیلی سم مهلکی هستش برای هر جامعه‌ای که به این نقطه برسه. خب می‌بینیم که در این غزه کشور جنگ زده، مردم درگیر جنگ هستن، ولی اون مردان اینجوری نسبت به نوامیس خودشون حساسیت دارن. ولی چه اتفاق؟ این باید بررسی بشه، این باید مطالعه بشه. ما باید رو این چیزا بیایم تعمق و فکر بکنیم که چی شده در جامعه ما. حالا فارغ از این که حالا اون باید بره بررسی بشه، این که این آدمه مأموریت بهش دادن، واقعا حالت روحی و روانی مناسبی نداشته، اون آدما باش بدرفتاری کردن، همه اینا باید بیاد بررسی بشه، دلایلش مشخص بشه و حالا هر کسی به هر شکلی هر سهمی توی این قضیه داره باید طبیعتاً باش برخورد بشه و پیگیری بشه و اینا. ولی فارغ از همه اینها یک اتفاقی به هر ترتیب، یک ناهنجاری اتفاق افتاده، پیش میاد دیگه. بالاخره نمیتونیم بگیم حالا ما چون در ایران هستیم، در یک کشور اسلامی هستیم، مردم به هر ترتیب اعتقاد دارن و اینها، ولی یک چنین مواردی پیش نمیاد. اینا بالاخره مواردی هستش که در یک جامعه 90 میلیونی 95 میلیونی به هر ترتیب ممکن هستش سالی یک بار اتفاق بیفته، طبیعی هستش. ولی اینی که این وقایع اتفاق میفته و جامعه نسبت به اون هیچ حسی نداره، این اون چیزی هستش که متخصصین در عرصه مسائل فرهنگی و اجتماعی باید بیان رو مطالعه بکنن که چرا این دغدغه اصلاح اجتماعی در جامعه ما وجود نداره و هر روز داره کم رنگ تر میشه. یعنی اگر 10 سال پیش یک همچین اتفاق میافتاد، همه میرفتن دور این خانمو میگرفتن که موقع کسی فیلم برداری نکنه که سری پارچه‌ای رو سرش بندازن، مثل همون اتفاقی که در غزه افتاد. ولی چی میشه که یک همچین حادثه اتفاق میفته و هر کسی مشغول کار خودشه، یه نفر داره میره سر کلاسش، یه نفر داره میره محل کارش و برای کسی اهمیتی نداره از اینی که خب حالا یک همچین ماجرای اتفاق افتاد، به ما چه ربطی داره؟ حالا ما مثلا بریم یک تذکری بدیم، بریم یک حرفی بزنیم، سعی بکنیم یه جوری کمک بکنیم، فردا بریم ما داستان میشه، فردا بریم ما دردسر میشه. این چیز خوبی نیست در جامعه ما. اگر به یک چنین سمت و سوی بره، این اون چیزی هستش که باید نگرانش بشیم، چون فردا ممکن هستش این ماجرا برای خودمون اتفاق بیفته و به یک شکلی خودمون و خانواده خودمون درگیر این مسئله بشیم. بودن دیگه، ما شهدایی داشتیم در بحث امر معروف و نهی از منکر، داشتن تو خیابون عبور میکردن، شب بوده روز بوده، دیدن یه الواتی مزاحم یک خانومی شدن. حالا فارغ از این که اون خانوم پوششش مناسب نبود و بالاخره وقتی که شما خودتون ظاهرتون مناسب نباشه، افرادی پیدا میشن که برای شما ایجاد مزاحمت بکنن. ولی فارغ از همه اینها، طرف رد شده دیده که داره به این خانوم حد حرمت میشه، دارن مزاحمش میشن، رفته درگیر شده، با چاقو زدن، طرفو شهید کردن. یعنی نتونسته بی تفاوت باشه. این عدم این بی تفاوت نبودن خیلی مسئله مهمیه. شما اینو تعمیم بدین به همه مسائل. داره فساد داخل جامعه اتفاق میفته، شما داری میبینی، تو چون بینی که اون تاریک و چاه هست، اگر خاموش بشینی گناه هست. داری میبینی دارن یک عده میرن میفتن داخل چاه، نباید ساکت بشینی. اسلام به شما گفته باید در صحنه حاضر بشید، باید امر معروف و نهی از منکر بکنید، باید وظیفه اجتماعی خودتون رو انجام بدید. دارید میبینید که یک جایی داره فساد میشه، به هر اون شکلی که اون جامعه برای شما تعریف کرده که شما باید بالاخره تذکر بدین. تو خیابون یک وضعیت زننده‌ای رو دارید میبینید، یک خانومی مثلا کشف حجاب کرده، موظف هستید که بالاخره یک تذکری بدید و برید. حالا اون چیزی که براتون تعریف شده، یک جایی یک ناهنجاری میبینید، با تذکر بدید. اگر این نباشه، اگر این دغدغه اصلاح اجتماعی نباشه، داخل خیابونی دارید میرید میبینید سنگ ریخته شده، شیشه ریخته شده، این ماشینا دارن میان، میدونید که اگر نرید اینو جمع بکنید، هر ماشینی که بیاد روی این لاستیکش پنچر میشه. در راستای دغدغه‌مندی اجتماعی، در راستای اصلاح اجتماعی میزنید کنار ماشین رو، میرید اون شیشه رو به کنار هدایت میکنید که بقیه آسیب نبینن. این خیلی مسئله مهمی هستش. اون چیزی که در این قضیه‌ای که اتفاق افتاد در چند روز گذشته و حالا این حواشی که حالا ادامه هم داره و بالاخره این عموماً بهانه‌ای میشه برای اینکه خیلی ها که در داخل و خارج از ایران زاویه دارن با نظام، بالاخره این رو میکنن یک ابزار و یک بهانه
دستخوش میکنن که کشور رو زیر سوال ببرند و عوامل محترمی که به هر ترتیب در حوزه‌های مختلف خدمتگزار هستن رو زیر سوال ببرند و کشور رو به قول معروف در یک شرایط نامناسبی قرار بدن، فارغ از اینکه این چه تبعات و چه دامنه‌هایی داره و چه الان چه تحلیل‌هایی داره میشه و چه حرفایی داره در مورد این قضیه گفته میشه، ولی این صحنه‌ای که من دیدم که این خانم به هر ترتیب با این وضعیت حتی دیگه لباس زیرش رو هم یک جایی در واقع میکنه و جدا میکنه و باز دوباره ادامه میده و باز میبینیم که همه بی تفاوت، اونایی که دارن فیلم میگیرن بیشتر متعجب میشن، انگار این تئاتر داره جذابتر میشه. مردمی هم که داخل خیابون دارن رفت آمد میکنن براشون اهمیتی نداره که خب بالاخره این خانم حالا داره. بعضیا اصلا نگاه نمیکنند و بعضی هم که راحت بی تفاوت عبور میکنن. این اون چیزی هستش که پالس نگران کننده میده، این اون چیزی هستش که ما باید نسبت بهش نگران باشیم، بریم بررسی بکنیم، بریم مطالعه بکنیم که ما در فرایند آموزشمون، در فرایند تربیت در جامعه چگونه جامعه سازی کردیم، چگونه در حوزه آموزش و در حوزه آموزش رسمی و آموزش غیر رسمی، در رسانه هامون، در مجموعه های رسمی خودمون، آموزش عالی و آموزش پرورش چی کار کردیم، حوزه علمیمون چی کار کردیم که جامعه اینجوری شده، بیرک شده، سیب زمینی شده، بی‌حس شده، اینجور اتفاقاتی که میفته هیچ واکنشی نداره. و خودم لازم دیدم که طرح مسئله بکنم و این موضوع رو به بهانه این اتفاقی که افتاده یک بار دیگه این جمله نقض و جمله مهمی که شهید مطهری اشاره کرده بودن رو به این بهانه بهش بپردازم که ما در جامعه طبق صحبت این شهید والا مقام متخصص در عرصه‌های مختلف زیاد داریم، پزشک و طلبه و مهندس و معلم و استاد دانشگاه و از این افراد زیاد داریم، ولی مصلح اجتماعی کم داریم. کسانی که در هر حیطه‌ای که هستن علاوه بر این که حالا اون مأموریت خودشون، اون تخصص خودشون رو دارن پیگیری میکنند و دارن برای زندگیشون تلاش میکنن، برای امرار معاششون تلاش میکنن، برای پیشرفت خودشون دارن تلاش میکنن، ضمناً اگر یک جایی ببینن که جامعه نیاز داشته باشه دغدغه مصلحانه داشته باشن و کف میدون حضور پیدا بکنن. همه کسانی که به درجه شهادت میرسن آدمایی بودن که دغدغه اصلاح اجتماعی داشتن، مصلح اجتماعی بودن. طرف کارگر بوده ولی دیده که در یک عرصه نیاز هستش که در عرصه جهاد اصغر و میدان نظامی حاضر بشه، رفته حتی خارج از ایران، این شهدای مدافع حرم، به هر ترتیب به هر شکلی دیده که داخل جامعه یک فتنه اتفاق افتاده، کف صحنه بوده، سیل و زلزله اتفاق افتاده. اونهایی که در قالب اردوهای جهادی و کارهای جهادی همیشه توی این صحنه ها هستن، همه این آدمایی هستن که دغدغه اصلاح اجتماعی دارن. تمام اونهایی که کف رسانه امروز کانال دارن و به یک شکلی دغدغه‌مندانه دارن نسبت به مسائل اجتماعی واکنش نشون میدن و دارن فکر خودشون رو به جامعه ارائه میدن که راه حلی برای مشکلات فرهنگی و اجتماعی پیدا بکنن، همه اونها آدمایی هستن که دغدغه اصلاح اجتماعی دارن. بنابراین مهم نیست که ما طلبه هستیم، مهندس هستیم، دکتر هستیم، در چه جایگاهی هستیم، اینا هیچ کدومشون اهمیت چندانی ندارن مادامی که دغدغه اصلاح اجتماعی نداشته باشیم، مادامی که نسبت به جامعه خودمون بی تفاوت باشیم. اهمیتی نداره دارید میرید دانشگاه درس میخونید که چه اتفاقی بیفته. اگر دغدغه اصلاح اجتماعی ندارید به درد نمیخوره علمی که دارید میرید کسب میکنید، به درد نمیخوره. اگر استخون در حوزه علمی خورد کردید و دغدغه‌ای نسبت به اینکه جامعه داره فاسد میشه، جامعه درگیر بحران‌ها و مسائل مختلف شده، حکومت اسلامی در خطر قرار میگیره و براتون اهمیتی نداره و کنج حجراتون میشینید، به درد نمیخوره اون دینتون و اون چیزی که دارید میرید در حوزه معارف دینی کسب میکنید، اهمیتی نداره. امام حسین علیه السلام مصلح اجتماعی بود، اهل بیت علیهم السلام همگی مصلح اجتماعی بودند، پیامبران همگی دغدغه‌های اصلاح اجتماعی داشتن. میگفتن که ما دنبال هدایت شما هستیم، هیچ اجر و مزدی هم از شما طلب نمی‌کنیم. فقط دنبال این بودن که جامعه بالنده تر و جامعه سالم تر و جامعه الهی تری باشه، جامعه‌ای که
این بحران ها و این آسیب های اجتماعی در اون در حد اقلی ترین حالت ممکنش قرار داشته باشه. الان هم به همین ترتیبه. در حکومت اسلامی اون چه که اولویت مسئولان و مدیران در ذیل تا صدر نظام هستش این هستش که مردم بتوانند یک زندگی برخوردار و سالم و ضمناً الهی داشته باشند، هم دنیاشون آباد باشه هم آخرتشون. خب این میطلبه که ما همگی بالاتفاق داخل جامعه دغدغه اصلاح اجتماعی داشته باشیم. اگر یک جای فساد، فحشا و کارشکنی و مسائل مختلف رو میبینیم بی‌تفاوت نباشیم و سکوت نکنیم. جامعه‌ای که به لاک سکوت بره و بی‌تفاوت بشه نسبت به مفاسد اجتماعی و نسبت به ناهنجاری‌ها و اتفاقایی ریز و درشتی که در جامعه میفته باید نگران اون جامعه بود. علی‌رغم این که امروز غزه زیر بمباران رژیم صهیونیستی در محاصره قرار داره، ولی ما این صحنه‌ها رو که در این سرزمین کوچک و در محاصره می‌بینیم از مردان با غیرت و از زنان با غیرتشون، به واقع دلمون گرم میشه و امیدوار میشیم به این جامعه کوچک و جامعه جنگ زده، از اینی که اینا اگه این روحیه رو بتونن حفظ بکنن قطعا موفق خواهند شد. قطعا اگر تمام جهان هم بر علیهشون بشه، اگر شکست بخورن هم باز موفق خواهند بود، اگر شکست هم بخورن باز پیروز خواهند بود، در محضر خدا روسفید خواهند بود. ولی چنانچه جامعه‌ای باشد که نسبت به این مسائل بی تفاوت باشد، در موفقیتش هم شکست هستش، در موفقیتش هم پیروزی دیده نمیشه و این از جامعه ما به دور. انشالله که این مسائلی که میاد و میره و یک مدتی در رسانه ها محل بحث میشه و ازش فاصله میگیریم و ازش عبور میکنیم، ما رو به فکر وادار بکنه و هم خودمون و هم جامعهمون بیش از پیش تلاش بکنیم که نسبت به ناهنجاری های اجتماعی بی تفاوت نباشیم و سعی بکنیم که اون دغدغه مصلح اجتماعی بودن رو هر روز در وجود خودمون بیشتر زنده بکنیم و امیدوار هستم که جامعه ما برسد به روزی که دیگر مانند آن جمله‌ای که شهید مطهری گفت که ما مصلح اجتماعی کم داریم، واقعا اینجوری نباشد که ما در جامعهمون همچنان درگیر فقر باشیم به لحاظ وجود انسان‌هایی که دغدغه اصلاح اجتماعی دارن در هر حیطه‌ای. طرف نگهبان دغدغه اصلاح اجتماعی داشته باشه، طرف پزشک دغدغه اصلاح اجتماعی داشته باشه، طرف مهندس هستش دغدغه اصلاح اجتماعی داشته باشه. هر کسی در هر جایگاهی هست. خانم خانه‌دار دغدغه اصلاح اجتماعی داشته باشه. الان خانمایی که اومدن طلاهاشون رو هدیه دادن به مردم لبنان و مردم غزه، همه اینها آدمایی هستن که دغدغه اصلاح اجتماعی دارن، نسبت به جامعه خودشون خاصه و نسبت به جامعه مسلمین و امت اسلامی به صورت کلی دغدغه اصلاح دارن و نمیتونن بی‌تفاوت باشن. حتی در خارج از جامعه خودشون هم اگر اتفاق و بحرانی اتفاق بیفته، سعی میکنن با اون چه که دارن در کف صحنه حضور داشته باشن و جهاد بکنن. خیلی ارزنده است، خیلی ارزنده است. البته این آدما داخل جامعه ما کم نیستن، ولی خب به هر ترتیب این صحنه هایی هم که گاهن در عرصه اجتماعی میبینیم، اینها واقعا نگران کننده است و نمیشه نسبت به اینها هم بی تفاوت بود. انشالله که این مطلب مطمع نظرمون باشه و انشالله که روزانه شاهد تکثیر انسان‌هایی باشیم که دغدغه اصلاح اجتماعی داشته باشن. ممنونم که همراهی کردید. انشالله مؤید و مستدام باشید. السلام.